ایشان مولا محمود جنازه شدیم برای خویشاوندان همسرشان اونجا جنازه رفتن. بنابراین این جمعه را انشاءالله من با شما صحبت میکنم. این هم باشد مکتوب هایی که دستی منده بود مقدار زیاده، بعضی اونها را انشاءالله به شما جواباش میگویم. زیرا بسیاری از مخلصان سوال میکنن که شما این وقتا سوالای ما دو جواب نمیگویید. دادرای عزیز، آن جواب هایی که مولا محمود جان میتیند اونها به عینه جواب های ماست. زیرا از همون کتاب هایی که من هم مطالعه میکردم میدم ایشان هم همون کتاب میبینن مطالعه میکنن، بنابراین جواب او جواب ماست. خداوند سلامتتان داره به خاطر محبت و اخلاصتان. وقتی که مسجد می آمدم برادر عزیز از عاشقان مدرسه محمدی مولا محمد جان التماس دعا کردم برای کیلینشان که امروز جراحی داشتیان و چند نفر دیگر هم اونجا التماس دعا برای پدر و مادرشان کردن. از این منبر رسول اکرم که انشاءالله این لحظه ها لحظه های اجابت دعاست، عاجزانه دعا میکنم و از شما هم خواهش میکنم که آمین گویید. پروردگار این کلین شفای کامل عاجل نصیب گرداند و براش فرزندای صالح و روشنایی چشم پدر و مادر به دنیا بیارد و جراحی که امروز می شود خداوندا به خیر گذاشتن براش نصیب گردان. و برادری که هم برای پدر و مادر التماس دعا کردن خدای ایشان هم عمر دراز و پدر و مادرش شفای کامل نصیب گردان. این ماه عزیزان من ماه ربیع الاول است. امروز روز 8 ماه ربیع الاول، روز جمعه سر ماه بود. البته این به حساب ماه است، به حساب سعودیه است، به حساب شنیدم شورای علماست، اما به حساب حجاز بود روز شنبه سر ماه ربیع الاول بود. به هر حال امسال ماه ربیع الاول از سبب آنکه شب ابر بود، شب جمعه شب شنبه ماه دیده نشد. بنابر به حساب ماه سفر ربیع الاول 29 هست. این سفر 29 هست، ربیع الاول جمعه میشه. اگر کدام شما شب جمعه ماه دیده باشید، قشلاقای کوهید زندگی میکردگی یا جاهای بلند استقامت میکردگی ها میتوانید شاهدید که شب جمعه یعنی روز پنجشنبه اگر هوا صاف میشد انشاءالله میتافت. لیکن هوا ابر که بود بنابراین دیدنش امکانیت نشد، حتی شب شنبه هم دیدنش امکانیت نشد. خلاصه خواه شنبه و خواه جمعه این ماه ربیع الاول است، ماه تولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، ماه منور شدن عالم به درخشیدن ستاره محمدی است. همه شما را عاشقان مدرسه محمدی به این ماه نو تبریک میگویم. خداوندا این ماه نو برای همه ما و شما ماه خرسندی و شادی، ماه سلامتی بیماران، ماه سلامتی مسافران، ماه آزادی زندانیان و محبوسان و ماه تنجی و فراخ دستی و فراخ رزقی برای همه ما و شما و امت اسلام بگرداند. آمین یا رب العالمین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. خداوند در قرآن عظیم الشان به ما و شما سپارش می‌دهد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بعضی مسئله های شرعی و احکام های دینی که
برای شما معلوم نیست، او را عمیق نمیدانید، از پیشواهان دین خود، از صاحبان علم سؤال کنید که رسول اکرم گفتند شفا و دوایی به نادانی این سؤال کردن است و پرسیدن است. بنابر همین خصوصا در باب عقیده هیچ کدام از ما و شما حق نداریم چیز شبهناک شود و او رو نپرسیده گشتن گیریم. من از یکی نمازگزارانی کدام مسجد که با واسطه مکتوب به من جوان دستی من داد آگاهی یافتم، وقتی که او جوانه که خود نمازخوان است، مسجدی است، درباره ملائکه ها سوال کردیان، او گفته است راست چه گویم من به اینها باور ندارم. او در کجاست که من نمیبینم؟ وقتی که نمازگزاران حالش این باشد، او کسانی که از نماز دور هستند، از مسجد دور هستند، از صحبت علما دور هستند، مثل دانشجویان مکتب‌های عالی و میانه، حال و یا چیست که حالا ایمان آوردن به ملائکه های الهی یک رکن ایمان است. عزیزان من، ایمان ما و شما به او درست نمی شود، نکاح ما و شما به او درست نمی شود، جنازه ما و شما به او درست نمی شود. اسلام 6 رکن دارد، هر کدام او دو باور کردن و تصدیق کردن حتمی و ضروری و فرض است. یکی از اونها وجود الله جل جلاله که این عالم همه در اختیار اوست، این عالم صانعش و خالقش اوست، این عالم مربی و مدبرش اوست. یکم این. دویم ایمان آوردن به ملائکه های الهی. ببین آمنت بالله و ملائکته. ملائکه های الهی یعنی فرشتگان الهی. فرشتگان الهی کیا هستند و از چی آفریده شدند؟ که سالهای پیش من صحبت مفصل 1 ساعته داشتم، معلصف و نوارهاتون شاید فراموش شدن، شاید در خانه هاتون هست. خوب باز کوتاه تکرار میکنم. ملائکه ها آفریده شدن از نور. خداوند 2 مخلوق دارد به چشم دیده نمی شود. یکی ملائکه است که خداوند اونها را از نور آفریده است، یکی جن ها هست که اونها را خداوند از آتش آفریده است. ملائکه ها خیلی زیبا و خوش صورت هستند، به هر شکل اونها پیدا می شوند، به شکل انسان هم، به شکل چیز هم. خلاص از چشم ما اونها پنهان هستند. اونها به خود وظیفه های دارند، هر کدامش وظیفه های دارند، وظیفه خودشان اجرا میکنند. اونها هم مقام و مرتبه دارند. یعنی تاجیکی اگر به اصطلاح شما امروزه گویم، این ملائکه ها قوه های مسلح خداوندی هستند. مثل که حکومتدارا قوه های مسلح دارند، با آن افتخار میکنند. قوه های مسلحشان چقدر به قوت باشد با تهدید هم میکنند ضعیفا و ناتوانها را. این فرشته ها قوه های مسلح الهی هستند. بعضی اونها مرتبه و مقامشان بالاتر از دیگرش است، با بعضیش مرتبهش بالاتر از دیگرش است. مثل که اینها ادمیرال دارن و گنرال دارن و مارشال دارن و پالکونیک و پدپالکونیک دارن. فرشتگان الهی هم همینطور هستند. مقربان درگاه الهی از همه بالاترین و افضلترین اونها جبرئیل امین است که وظیفه او آوردن وحی از جانب خدا برای پیغمبر است. 4 ملائکه مقرب، اینها از همه مقامشان بالاترین ملائکه است. حضرت جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل که این ملک الموت میگن در قرآن. خوب باز دیگر ملائکه ها وظیفه های بعضیش برای محافظت انسان هستند. هر کدام ما و شما را عزیزان، همون کسانی که ملائکه را وجود چه انکار دارند، همون ناشکرها را هم خداوند براش ملائکه های محافظ و پاسبان آفریده است. در پهلوی هر کدام من و شما 4 ملائکه پاسبان است.
اگر او ملائکه های پاسبان نباشند، جن ها در یک چشمک زدن ما و شما را از بین میبرند. خداوند همون کسانی که ملائکه ها را باور ندارن و مسخره میکنن به جن ها مبتلاشان کن. چی میگوید؟ خوب. بنابراین جن ملائکه ها دی ایمان آوردن فرض عزیزان من این شمال هایی که می شود اینها در اختیار ملائکه هاست. یک گروه از ملائکه های الهی قوه های مسلحش وابسته به آوردن شمال است، یک گروه دیگرش وابسته به آوردن باران است، یک گروه دیگرش وابسته به آوردن برف است، یک گروه دیگرش وابسته به زمین جنبی هاست، یک گروه دیگرش وابسته به کوه هاست که کوه ها رو جاری میکنه بالای شهراده. برزیلی رو دیده چی تو کرد؟ و یا رو به چشم نمیبینیم ما. قرآن چی میگوید؟ و ما یعلم جنود ربک الا هو. خداوند فرشتگان خودش قوه های مسلحش یاد کرده. جنود، لشکر خدا را غیر او کسی نمیداده چند قدر است عددش. میلیون است، 10 میلیون است، میلیارد است، 100 میلیارد است، غیر ذات پروردگار شتبی گنرالی خودش دیگر کسی نمیداند اونا را. بنابر کسی میگوید که من به ملائکه ایمان ندارم کافر است. او را نه نمازش فایده دارد، او را نه خیر و احسانش فایده دارد. همون لحظه که جان به برآمدن شروع کرد او را سکرات موت میگن. هر کدام من شما اون لحظه رو ببینیم. همون منکران قیامت هم میبینن، همون منکران ملائکه هم میبینن. سکرات میگن خرخر پیدا شده، غرغره و بچهش کشاده میموند. خداوند به این پرده ها و مانعه های این دنیا بودگی را از پیش چشم میبردارد. با میبینه مسلح های الهی چگونه میبیاین، مفتشاش و ملائکه های دهشت چگونه به وقت میبینند. فبصرک الیوم علیک حدید. وقت بعد دیر میشود. نبا ایمان آوردنی به فرشتگان الهی رکن اساسی ایمان است. آمنت بالله و ملائکته. پدرای عزیز، من بسیار از شما خفه هستم که شما بچه هاتان و دختراتان از خردسالی آمنت بالله را تعلیم نداده. شما در پیشگاه خدا حتما جوابگر هستید. حالا این جوابگری که حکومتدارا کردیم برای بی‌پرواگی فرزند، این خواهد جریمه باشد، اما خدا خیلی عذاب سخت میکنه پدر و مادری که بچه هاش از ایمان به خبر موند. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله. این 6 چیز به ایمان آوردن عزیزان من فرض است. یکی سیوم رکن ایمان آوردن به کتاب‌های آسمانی است. ایمان آوردن به کتاب‌های فرستاده شده از جانب خدا. پروردگار پیغمبراش فرستاد، برای هر پیغمبرش دستورالعمل فرستاد، برای هر پیغمبرش کنستوتسیا فرستاد. آدم هم فرستاد برای چند صحیفه کنستوتسیای زندگیشان فرستاد، حرام حلال بیان میکردگی. شیس هم فرستاد این چنین. آخر موسی را فرستاد براش کتاب کنستوتسی به نام تورات فرستاد. داوود فرستاد براش کتاب به نام زبور فرستاد. عیسی را آخر فرستاد براش کتاب به نام انجیل که بیبلیا میگن فرستاد. اینا کتاب خداست. ما همش دی ایمان داریم، باور داریم که از نزد خدا آمده هستند. اما هر کدام او وظیفه خدا تا آمدن کنستوتسی نو انجام دادن، به همین کارشان تمام شد. و آخرین کتابی که خداوند برای آخرین پیغمبراش فرستاد این قرآن عظیم الشأن است. یعنی این کنستوتسی آخرین خداوندی است برای بندگانش تا روز قیامت. آمدن قرآن همه کتاب‌های پیشینه را حکمش بیکار کرد. ما باور داریم تورات کتاب خداست لیکن به او عمل نمیکنیم. ما باور داریم انجیل بیبلیا کتاب خداست لیکن ما به او عمل نمیکنیم، زیرا ما رو خدا عمل او را بیکار کرد با فرستادن قرآن.
مثل که کنستیتوسی کنه با قبول کنستیتوسی نو بیکار می شود، مانند همین آخرین کنستیتوسی الهی این قرآن است عزیزان ما. بنابراین به این باور کردن در کار هستیم. چهارم رکن ایمان، ایمان آوردن به پیغمبران الهی است. تمام پیغمبرای خدا از نوح سر کرده تا رسول اکرم که البته شمارش انیق برای ما معلوم نیست، این هم فرض است. ما به همش ایمان داریم، به موسی هم، به سلیمان هم، به داوود هم، به یوسف و یعقوب هم، به عیسی و محمد هم، ما همش باور داریم. اگر کسی یکی از این پیغمبرها را قبول ندارد او هم کافر است. این خدا قرآن گفته است. بنابراین عزیزان در باب پیغمبرها خیلی با احتیاط باشید. هیچ کدام اونها را دربارش سخنی به آدابانه نگویید. مثل که یهودی ها و مسیحی ها درباره پیغمبری بزرگواری ما میگویند خوشان کافر کردیم، بنابراین خدا اونها را کافر میگه. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین. وقتی که من و شما هم عیسی را در حقش سخنی تحقیر آمیز گوییم یا موسی را در حقش سخنی به آدابانه گوییم، کافر میشیم. اگرچه شب و روز به قرآن عمل کنیم، اگرچه شب و روز به محمد محبت کنیم، کافر هستیم. در این باب خیلی احتیاط باشه بچهای عزیز. والیوم الاخر، پنجم شاخه ایمان، رکن ایمان، ایمانی به روز قیامت است. ایمانی به زنده شدن بعد از مرگ. این دنیا خواهی نخواهید فرفته این ترقیاتش نشوید، فرفته این بالای ماه برآمدناشان کیهان برآمدناشان نشوید، فرفته در بالای بحرها سحر ساختناشان نشوید. مثل دوبای بارین روز اینها همش فنا میشوند. درباره قیامت من با شما صحبتای زیادی داشتم. تفسیر سوره اذا الشمس کورت و اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت بیان کرده بودم. ان همون روزی که اینها همش نیست میشوند، نابود میشوند، او روز آخر میگویند، روز تمام شدن دنیا و سر شدن دنیای دیگر. و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. این منکران قیامت، این متکبران خواهند نخواهند، این دنیا در اختیار اونها نیست. طرفت العین جهان برهم زند، کس نمیداند که آنجا دم زند. خدای مقتدر و توانست در یک چشمک زدن هم را از بین میبرد. نه از دست آبام چیزی میبیاد و نه از دست دیگراش. باید این باور داشت، این ایمان داشت. ان همون روز ما و شما همه از خاک زنده میشیم دویم باره برای جزای اعمال، برای گرفتن مکافات کارهایی که در این دنیا انجام دادیم. بنابراین روز قیامت در سوره الحمد چی؟ مالک یوم الدین میگویم. خداوند مالک روز جزاست، روز پاداش دهی. ما و شما را آن روز پاداش میدیم. شما مسجدیا و نمازخانه پاداش میگیرید، ثواب، خرسندی خدا، خوشنودی خدا، بهشت جاویدان. به نماز و عرقخورها و کافرها و کزیناروها پاداش میگیرن زندان پر عذاب دوزخ. باید این باور کرد. کسی زنده شدنی بعد از مرگ باور نداره و هم کافر است. شاعر میگوید فرو شدن که بدیدی برآمدن بینگر، فرو شدن که بدیدی برآمدن بینگر. غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد؟ ببینید دانه رو در زیر درخت زمین میشینانی، خب اون الان تیر ماست، شما گندما رو زیر درخت شینانده زیر زمین ده، فصل بهار که پیدا شد چی؟ برآمدن سر میشود. هر دانه که در زیر زمین شینانه میبرد، چون جسدی من و تو وقتی که در زیر زمین میبرارن میشینانن دفنش میکنن در لحد، چون این نمیبرد. کنی منطق، کنی عقل.
گندم میبراد، جگاری میبراد، چگید میبراد، ارزم میبراد، چه انسان جسمش نمیبراد. این تحتی غفلت منکرای قیامت که شیطان فریبشان کرده و شهوت هلاکشان کردیست از گوششان پرت آیند. چگونه که بار اول به دنیا به اختیار خودشان نآمدن، پگه زنده شدن هم به اختیار اونها نیست. همون خدایی که آوردشان هوای باز زنده شان میکند. از اینا نمیپرسد. آره اینا نمیخوان زنده شوند برای این کردارشان پگه جزا بینند، لیکن از اینا نمیپرسد. فرو شدن که بدیدی، شاید خیام است، این شعر خیام است، کسی از خدا رحمتش کنه. برآمدن بینگر غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. ببینید من آفتاب میاره بشین این جانب، از اون طرف با همه آفتاب میبرد، دیگه اونجاش کم شد؟ نه. جسم من و تو هم وقتی که در درون لحد میگذارند، پگه با همون جسم همون حالت شکلی با میبرد و گم نمیشد. کدام دانه بر زمین فرو برفت که نروست. کدام دانه بر زمین فرو برفت که نروست، نبرآمد، نروید. که بر دانه انسان چنین گمان باشد. انسان هم دانه دارد، چوب این ممکن نبوده زنده شدنش. چگونه کامونیستان میگفتن ما هی الا حیاتنا دنیا و ما نحن بمبعوثین. زردت کرده. حالا میبینی بارگاندن که این کرسیز گفتی گوزبک. این پنجم رکن ایمانه. ششمش عزیزان من والقدر خیره و شره من التقدیر. هرچی در این عالم می شود به اندازه و تقدیر خداست. خواه تنصحتی، خواه بیماری، خواه تشویش و خواه غم، خواه خرسندی و خواه ماتم، خواه صدمه های اتومبیلی، خواه فلاکت های دیگر، خواه ثروتمندی و خواه کمبغلی، خواه منصبداری و خواه بیمنصبی، همش تقدیر خداست. خداوند مقدر کردگی است، بنابر همین هوای می شود. انا کل شیء خلقناه بقدر. کسی گویی انسان تقدیر ساز خودش روش سیاه کرده، اما آدم میگفتگیر گو تقدیر ساز باشی کنی کسال نشم. اما انسان گو که تقدیر ساز باشی کنی یک کسان برو که نوگیر جای آبا مدروشین مرده 16 ساعت کار میکنی کسان نو نمیشد. تقدیر دستی خود کی باشد؟ تقدیر ساز و نقاش خدا هست. از خطی کشیدگی و بیرون چیز نمی شود. 1000 خط سرت دستن زد. ببین عرابه کشاره 18 ساعت بیچاره عرابه میکشه، یک سومش 2 سوم نمی شود. اما یک آدم میبینی بالا استالش یک قلم امضا میکنه صاحب $100,000 شد. والله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خدا میگه من میکنم برای کسی که میخوام رزق فراخ میکنم، برای کسی که میخوام رزق تنگ میکنم. خلاصه عزیزان من تقدیر از جانب خداست. من در این باره صحبت‌های زیاد پیشتر داشتم. خوب این بحث برای آن آوردم که همون جوان مسجدی وقتی که ایمانی به ملائکه را باور نداشته است، من خواستم شما را یک بار دیگر هوشیار کنم که در باب عقیده بے پروا نشوید عزیزان من. بازم تکرار، کسی در باب عقیده شبهه در دلش پیدا شود و همون نپرسیده بے پروا گشتن گیرد ویم کافر میشد. باید در حال از قفای او شود. امروز الحمدلله علماء زیادند. امروز علماءهایی که هر خیل سوالهای مشکلی ما و شما را حل کنن زیادن الحمدلله. شما پرسجو کنه خدا خواست ثواب میگیرید. خوب اکن به جواب گفتید مکتوبات شروع میکنم. خدایا شکر الحمدلله. السلام علیکم. داملای شیرین زبان، خداوند نگهبان شما باشد. من یکی از مخلصان شما می باشم و به کسلی نابینایی گرفتارم ولی زیر تحقیرم. خواهش دارم از زبان شما یک صحبت درباره نابینایان نمایید و در حق من و برادر من که به کسلی روحی گرفتار است دعا فرمایید. شفای آمین.
مخلص شما. برادر عزیز، پروردگار اولا شما را در این نابینایی تا صبر جمیل کرد. ثانیا برادر عزیز تانه که به کسلی روحی مبتلا شده است شفای کامل نصیبش گرداند. خدایا تو قادری، چگونه با دعا و با افسون و با طبابت شفا میتی، به دعا هم به افسون هم به دارو هم شفا دادن قادری. خدایا به این برادر شفای کامل عاجل نصیب گردان. برادر عزیز که از نابینایی خسته شدی، خداوند همه جوانایی که به درد نابینایی مبتلا شدند، به درد چشم مبتلا هستند، مثل برادر عزیز ما قطب الدین حاجی که چشمش الان در طبابت است و این چنین دیگرانی که مبتلا این درد چشم هستند و خیرگی چشم، خدایا تو به ایشان شفای کامل و بینایی نصیب گردان. برادر عزیز، البته در نابینایی صبر کردن این هم خیلی ثواب دارد. اگر امکانیت داشته باشید، امروز طب خیلی ترقی کرده است، روید طبابت کنید، شاید چشم شما پرده گرفته باشد، شاید دیگر علت دیگر باشد، اگر با طبابت درست میشدگی باشد طبابت کنید، انشاءالله خدا خواه شفا میابید. زیرا پیغمبر خدا میگه خداوند هر دردی که آفریده است براش با دوا هم آفریدگی است. وقتی که شما دوای او را یابید او انشاءالله شفا میابد. این حدیث رسول اکرم است. اگر رفت و نابینایی شما مادرزادی باشد یا نابینایی شما از سبب کم قوتی چشم باشد که دیگر دکترها گویند طبابت ندارد، یا شما امکانیتی مالی ندارید که خدا را طبابت کنید، من شما را میگم در این نابینایی خدا دادگی صبر کنید، مثل که دوستای خدا صبر کرده. پیغمبران الهی مثل حضرت شعیب نابینا بودند، اصحاب پیغمبر بزرگوار مثل حضرت عبدالله ابن عباس و سعد ابن عبدالوقاص اینها نابینا شدند، در نابینایشان صبر میکردن. حضرت عبدالله ابن ام مکتوم. بنابراین مثل اونها شما صبر کنید، خیلی ثواب میگیرید. در حدیث رسول اکرم فرمودند، حدیث بخاری است، پروردگار گفته بوده اذا ابتلبت عبدی بحبیبتیه فصبر عوضته منهما الجنه، رواه البخاری. میگه خداوند چه مهربان است، وقتی که من بندم مبتلا به نابینایی کنم، وقتی که من مبتلا به بیماری چشم کنم و روشنایی چشم از دست دهد و در این نابینایی خود صبر کند، یا الله مکافات ببینه. البته صبرش مشکل است، این دنیای روشن دیده نمیتانی، چهره های زیبای بچه ها دیده نمیتانی، چهره خانم دیده نمیتانی، مصیبت است. لیکن چه علاج؟ صبر کنی ثواب میگیری. ثوابش چیست؟ مکافاتش چیست؟ عوضته منهم الجنه. خدا میگه عوضی این دو چشمی بینا براش جنت میتین. ببینه در این دنیا از چشم بینا محروم شدی، صبر کردی، شکر خدا را گفتی، عوض این دو چشم بینای دنیا خدا به تو جنت میتین. از این سبب حضرت سعد بن ابووقاص چشماش اعما شد، وقتی پیریشاندن توصیه به طبابت کردن که طبابت کنه ناز بشه. حضرت دردی که برای من دوستم پروردگار نصیب کرده است، من از بالای وجه شکایت هم نمی کنم و دوایی هم من صبر میکنم. گفتم بنابراین برادر عزیز صبر کن، خداوند صبر رو تیاد. حضرت عبدالله ابن عباس که شاه مفسرها بود، وقتی که چشماش نابینا شد مثل شما بارین، حضرت فرمودند این یذهب الله من عینی نورهما ففی لسانی و قلبی من الهدى نور. اگر خداوند از این دو چشم من بینایی را گرفته باشد هم، اما زبان من، قلب من، دل من با هدایت خدا نورانی است. برادر عزیز، همیشه نمازات خواب، صحبت های
علماها از نوارها گوش انداز، اگرچه نبینیم ذکر خدا گو، انشالله پگه عوضش برای که جنت است. جوانایی که شما را خدا چشم بینا و تنی صحت داده است، هرگز مظلوم ها را تحقیر نکنید، هرگز بیمارها را اوصال نکنید. حتی در روایت میگه کسی یک آدمی اعمار یعنی کورا 40 قدم دست گرفته اگر برای آسان برد، خدا برای جنت واجب میگرداند. دست اعمار گرفته بردن خود صاحب جنت کردن است. دست اعمار گرفته بردن از راه گذرانیدن صاحب خوشنودی خدا شدن است. خاور میشناسی خانه عزیزان من، دست اعماها را گیرید. خداوند به خاطر اعما حضرت عبدالله ابن ام مکتوم پیغمبر بزرگوارش عتاب کرد. در سوره عبسه من برای شما تفسیر رو گفته بودم، بنابراین اونها را تحقیر نکنید. رسول اکرم مظلوم ها را می دیدن، مثل اعما را، مثل کسانی که پاش نیست، مثل کسانی که فلج شدیان، حضرت می دیدن دعا میکنن الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاه به. هزاران شکرت خداوندا که ما را تنی صحت دادی، اعضاهای سالم دادی، مثل اون مظلم نکردی. این دعا را کنی عزیزان من. تاجیکی هم گوی بشود. وقتی که حاضر میبینی در کوچه خیلی حالش تنگه، پاهاش نیست، دستاش نیست، یا که دهنش کجیله شده است، او خدای هزاران شکرت که من مثل اون نکردی. یا چه امکانیت داری یاردمش کن، 5 ماه یا 3 ماه دعا شگیر خدا خست ثواب میگیره. این است وظیفه مسلمان، نه تحقیر کردن و نه تمسخر کردن. خداوند صبر کیاد دادر عزیز، عمری دراز کیاد. خدا خواه پگه جنت بمید رای خرسان میشه، چشمات بینا میشه. حضرت ایشان نورالدین جان خداوند همیشه شما را به تن صحت دل بیغم نگه دارد، شما را هم دادرای عزیز سلامت دارد. من یک جوان هستم که نیتی زن گرفتن دارم، انیخترش زنگیر هستم، ولی کاری مشکل پیش راهی من و پدرم آمده است. از شما احترامانه خواهش میکنم در این روز مبارک جمعه در حق من و پدرم دعا کنید. با احترام یک مخلص شما. خداوند دادر عزیزم دعا کنیم از این تشویش خلاص کنید و یک عروس خوب و خوش زیبای مثل خودش و خودش خوشبوتر بیمان یا بخرسان شما. آمین یا رب العالمین. بعد چه پتون نیافتید بیا اینجا رو چند متفردای خوب من دختراش میتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بابا ایشان میخواستم به این سوال من روشنی اندازه. قصه دختر صالحه بود، 2 برادر از پیندرش داشت، از پیندرش یعنی مادرش شوهر کرد بسه از اون 2 بچه بود است. پدر و مادرش خواستن او را به پسر پیندرش یعنی به برادرش بزنی دهند. دختر نمیخواست ولی او را مجبور میکردند. در این هنگام پیندر وفات کرد و ناریزاگی دختر به خاطر آن بود که به خلاصی دختران او فرزنددار نمیشد و میدانست که این بعد سال او را طلاق میدهند. روز آن پسر ناخلف مجبوران به ناموس او تجاوز نمود و دختر از شرم خود را به دار آویخت. بابایشان ما میخواستیم که حکم شرعی را درباره آنها بفهمیم. آیا دختر برای خودکشی کردن گناهگار است یا نه؟ در حق او دعا کنید. با احترام مخلص شما علی شیر از شهر دوشنبه. اولا خداوند برای مادر این خواهر عزیز که از دست این ناخلاف این ناجوان مرد دست به خودکشی زده صبر جمیل نصیب فرماید. ثانیا به اون جوان ناخلاف من خطاب میکنم که ای ناجوان مرد، ای ناکس، ای حیوان سیرت، این دست به تجاوز زدن این جوان مردی نیست. وقتی که او دختر تو را دوست نمی داشته باید خود از او دور می گرفتی، با برای خود دوست داشته می یافتی، نه به این کاری ننگاور و ننگین دست زدی. رسول اکرم زانی ها گفتن مؤمن نیستند، کسی زنا میکند او ایمان ندارد. لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن.
در وقت زنا کرده او ایمان نداره. بنابراین من به تو خطاب بکنم تو کافری، الان فرصت داری توبه کن، پشیمانی کن، کلمه عرض کن، مسلمان شو، و الا اگر همطوری تو کافر هستی. من برای خواهرم افسوس میکنم که کار خوب نکرد. خودکشی راه حل نیست. معلسف امروز در جمهوری ما خودکشی زیاد شده، دختر و بچه ها. عزیزان من، این خودکشی جنایت است، این وزنینترین گناه است. این جانی که ما داریم این ملک ما نیست و صاحبش خدا هست. او حق دارد این جان از بدن ما گیرد. ما حق نداریم خمان خودکشی کردن یا سوختن یا دار آویزاندن از جان شیرین محروم کنیم. خداوند در قرآن نهی میکند، تاکید میکند شما خودتان نکشید. این خواهر عزیز باید صبر میکرد، برای او جنایت ناخلاق او رو دستور میداد، خودش صبر میکرد، استغفر توبه میکرد. انشاءالله که مجبوری بود، گناهگار هم نبود و پیشگاه خدا در گناهگار هم حساب نمیشد. خوب یک جوان خوب یک وقت یافت میشد، شاید به او هم شوهر میبرم از زندگی شما ادامه میداد. آخر آدم ها بیور گرفتی استادیم با چند گودک با که ندارد. این من به خواهرها خطاب میگم، خواهرای عزیز، اگر مبادا این حادثه های ننگین در حیات تا رخ دهد از دست ناخلفا، شما دست به خودکشی نزنید، صبر کنید، پیشگاه پروردگار استغفار کنید. خدا خیاف می شود یک جوانی که با شما را اگر خوب اخلاق باشد، صالحه باشد، بزنی گیرد. این خیلی گناه وزمین است. خدا در قرآن میگه لا تقتلوا انفسکم، شما خودکشی نکنید. روز قیامت کسانی که خودکشی میکنند در دوزخ با همون داره که این خواهر خوش آویزان طاقت نکرده، با همون دار هر روز چند بار خوش می آویزاند و خودکشی میکنند. عذاب او با همین خودکشی ادامه می‌یابد اگر خداوند او را مغفرت نکند. بنابراین این راه حل نبود، باید صبر میکرد. انشاءالله یافت میشد یک مرد خوب او را بزنی میگرفت و زندگیش ادامه میداد. بابا ایشان من مخلص شما میباشم، 25 ساله هستم، چشم خود را از زنا همیشه نگاه میدارم. خدا نگاه توفیق عطا بچم. به مملکت های خارجی زیاد سفر کردگی هستم، اما الحمدلله به این راه زنا نرفتم. خوشا به حال برادر عزیز، مانند شما با این جوانای با ایمان و با حیا و با عفت در جامعه ما زاید سازد. بابایشان 3 سال شد زن گرفتن، با همسرم زندگی میکنند، اما او با من با خوشی همخوابگی نمی کند، من را تأمین کرده نمیتواند. بابایشان من با زنم گفتم اگر خواهش من را اجرا نکنی زنا میکنند، گناهش در گردن تو. چه مصلحت میدید بابایشان میگه آدم خوب برده بچه خوب خدا نگه دارد. اولش که کلین شاید دیگان عذر دارد، شاید دیگان کسلی دارد، دکتر در تبابتش من بعضی زنها عذر دارد، همخوابگی با شوهرشان نمیفارشند. در فقهای ما هم هستیم، نبا اونها با دکتر مراجعت کنند، انشالله شاید تبابتش باشد. خوب وقتی که تبابت نداشته باشد و کلین بیاد که نه من همخوابگی طاقت ندارم، شما گوید که من زنا میکنم، نه من زن میگیرم، من خدا رخصت داده های تا 4 زن گرفتم، من به نکاح اسلامی زن میگیرم، عروسی زیبا فارتم نفارت بیا خانه دادات ببرم میمونم تا، اما زنا نکن داده. این زنا راه حل نیست. خدا برای خاطر ان همین روز تو اجازت داده فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، که در تمام خطبه نکاح نمیخوانند. خدا میگه بندگان من، جوان مردای خوب و با ایمان، شما همسر گیره یکی، اگر یک شما رو قانع کرده نمیتواند دویمش گیره، لیکن به شرطی که با خانه تامینش کنه. مثل که زنی کلانیت میبینی او را هم با جای خواب و با لباس و با خوراک تامینش کنه. اگر شهوتت باز هم زایدتر است و این دو هم تو رو قانع نمیکند، خدا میگه سیومش گیر، اما زنا ده نرو. در اسلام تا 4 زن گرفتن گناه نیست. کسی این گناه میداند تمسخر میکند و این جنایت می حسابات و کافر است. این حکم خداست. بنابراین برادر عزیز، من به تو میگویم تو به نکاح مسلمانی زن گیر. اگر کلین استاد خوب هر دوش برابر بوین، اینشان تربیت کن و اینشان تربیت کن. اگر رفت اون نمیخواد یا طلاقش تو خانه پدرش میره، تو با زندگی ادامه. اما زنا کردن هیچگاه زنای تو رو گناه در گردن وای نیست، در گردن خودی تو است.
اگر که زنا کنی که از قبر خستی، در روایات شرمگاهی زن در پیشانی پیدا میشه، از زردا باید درونش بینش برآمدن میگیره، بعد رسیدن میگیری. آن زناگارا خیال میکنن کیف کردین بود تو نسیا کیف کردین. او شرمندگی در پیش توبه نکرده راه. او خدایی که زنا رو برای تو حرام کرد در قرآن با آیه های زیاد پدر نشانت میتیان. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. خدا میگه بندگان مؤمن من زنا نمیکنن، حتی به زنا نزدیک نمیشوند. کسی زنا میکند توبه نکرده اگر مرد، در چاه دهشتناکی که نامش اثامه است او را انداخته میشوند. آن صاحب دقایق اخبار روایتی هم دارد که شخص زناگار از قبر میخیزه، در پیشانیش همون شرمگاهی زن از دروش زرداب برآمدن میگیره، دهنش در آمدن میگیره. اما بچه های کوچولو هرگز به زنا نزدیک نشوه. جوان مرد نترسه به نکاح مسلمانی زن گیره. طاقت این زندان داره، طاقت جریمه دولت داره، اما طاقت عذاب خدا نداره. بچه لیکن اگر همون کلی قناعت کنه با قناعت کنه بچه همون یک کمپیر بسید در اکی در زندگی جنجالش بسیاره، به تشویش نیست. بابا ایشان به همین سوالی من جواب دهید. نام مادر من حامیه می باشد و خیلی از این نمازخوان و خداترس است. از شنیدن معنای نامش چند وقت باز غمگین است. ما در تفسیر قرآن خواندیم که معنای حامیه سخت‌ترین آتش دوزخ بوده است. مادرم میخواهد که نامش را عوض کنیم. اگر امکانیت باشد نامش را شما عوض کنید. آره حامیه یکی از کامره های دوزخ نامش است، به معنی خیلی حرارت بلند سوزنده، نارون حامیه. بنابر باید نام گذاشت که معنای درست داشته باشد، معنای خوب داشته باشد، معنای خوشبویی داشته باشد، معنای گل داشته باشد. پیغمبر خدا این تو نام ها رو تغییر میدادن. رسول اکرم میگن کس می آمد پیش زیارت مثل شما عزیزا، حضرت میپرسید چی نام داری؟ اگر میگفت نام حامیه است میگفتن نه نام تو راضیه، یا نام تو طیبه، یا نام تو شریفه. نامش تغییر میداد. او اصحاب پیغمبر خدا چی مرد و چی زن از زبان رسول اکرم که سخن میبرآمد به جان دل قبول میکردن. اونها رنگی من شما دو دیله نمیشدن. بنابراین من از این منبر رسول اکرم برای این خواهر که نامش حامیه است نام راضیه را میگذاشتم. خداوند از او خوشنود باشد و او از خدای خود خوشنود باشد. راضی به معنای خرسند شونده از نعمتهای خدا دادگی. بابایشان جان، پسر من در خانه پدرش کلان شده بود. در سن 15 سالگی از دستی ستم پدر و مایندر خواست که دست به خودکشی زند. از دستی عذاب رو به گریز آورد و به خانه تقایش رفت. پیش از آمدن پدرش میگوید اگر به پیش مادرت رفتی عاقت کردم. پسرم از دستی ستم رو به گریز نهاده است. آیا عاق پدر شد یا نه؟ پدرش از ناحیه عبدالرحمن جامی از کلخاز کمشمال است. خوب اگر رفت و این بچه 15 ساله شده است، انشاءالله که کلان شده ایستاده است، به عقل شده ایستاده است، یک جا کار کند، خوب از آزارهای پدرش و از نصیحتهای پدرش خفه نشود، خدمت پدرش هم کند. اگر رفت و برای نزد مادر آمدن پدر عاق کرده باشد عاق نمی شود، زیرا عاق در صورت مشارتی خلاف شرع باشد. این خبر گرفتن مادر و تقایی کنم سیلی رحمه فرض است. بنابر اگر پدر بچه گوید که پیش ماچد روی طلاق عاق کردم عاق نمی شود. به این دیگه من به این جوان توصیه میکنم دادر عزیز یک جا را کار کن، یک جا خان صاحب علم و هنر شو، هم مادرت خدمت کن و مهربانی و نوازش کن، هم پدرت هم خدمت کن، انشاءالله برکه میابی دادر. شاید پدر از روی نادانی الان به تو ظلم میکند، پس آن با پشیمان میشود و با مهربانی و نوازش میکند. شما هر دوش هم
از خود امکانیت داشته باشه راضی کنه ثواب بگردانه، لیکن آق نمیشوی او آقی که پدر کرده است. بابایشان جان سوال: آیا به خاطر زنا نکردن در روسیه ما به دست انجام دادن آن عمل را کنیم اجازت هست؟ آره اجازت هست، فقط کوشش کنید به زنا نرید بچه کوشش. بابایشان: من در تلفنم قرآن را ثبت کردم، به طهارت خواندن ممکن است؟ آره ممکن است. برادری من نامش غلام است، وی میگوید که نام من در اسلام درست است، اگر نه خواهش میکنن نام او را عوض کنن. نه، نامش درست است، غلامم به معنای عبد هستیم. من سنت بامداد را در خانه خوانده مسجد میروم، تهیه مسجد خوانم یا نه؟ بعضی میگوین که درست نیست. آره مذهب ما درست نیست. مذهب ما کسی سنت که در خانه خوان، مسجد که در آمد شیش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، همین تسبیح ها رو گوید، علی قاری بگید، همین خود جاینشین تحیی مسجد میشود. لیکن نزد اهل حدیث در خاندان باقی ندارد. صحابه رسول اکرم بعضیش میخوندند. نبا من نمیکنم از خاندان شما را. تحیی مسجد مذهب ما در یک روز یک بار مستحب است، مثل یک بار که خواندی دیگه وقت در آمده برایم نخوانی گناهگار نمیشی. مثلا پیشین خونده دیگه عصر شام گفتن بر وقت هم که بهش هم تحیی مسجد خواندن. بابایشان در وقتی اذان گفتن یا تکبیر گفتن بعضی ها سجده میکنن، درست است یا نه؟ نه درست نیست. وقتی که آواز اذان بران شد خم شده تعظیم کردن، این جایز نیست. عزیزان من آواز اذان شنیده الله اکبر جل جلاله گویید، نه صلاتون خم کنید. جل جلاله نام رسول اکرم شنیده، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گویید، یا که اللهم صل علی محمد و علی اما ایتو تعظیم کردن جایز نیست. عزیزان من خدا نگهتون داره. بابایشان خداوند شما را نگه دارند. به سوال من حتما جواب گوید که من 10 ماه می شود که من با خود نیستم. من سال گذشته آینه دار شدم، زندگیم خوب بود، ما یکدیگر را ناز می دیدیم. ماه آگوست گذشته مادرش آمد و دخترش را گرفته برد و من گفت که جدا می شوی. اگر جدا نمی شوی مادری تو نیستم. کلی نگفته بود که جدا میشه شد، اگر نشی واقعت میکنم نمانگی باری. هرچند والدینم فهماندن نفهمید، یعنی خوشتامونش قبول میکردن. مرا مجبور کردن که سرته من یک طلاق کردم. مجبورا امهش گفت که نه 3 طلاق کن. بعد یک طلاق گفتم با 3 طلاق گفتم. همین طلاق من چند طلاق هست؟ 3 طلاق هست داده از دیگه. شما زن شما نیست. جوانمرد باید طلاق نکنن. اولش که دوستش می داشتی می کشتندن طلاق نمی کردی. خدا همه زنک یه شپلاق کنه نجات کشتموند. خیلی مادر است یه شپلاق وقت نمی مردی آخی. خوب اکنون که طلاق کردیم چون او یا طلاقش طلاق رجعی است، این دویم طلاقی که بالا نکرد این 3 کردیم 4 تا شد. 3 تاش طلاق، زن از شما جدا شد، یا تاش در گرمت گناه نمیشته میشه. بچه های عزیز بازم به شما تاکید میکنم طلاق کردن عادت نکنید. طلاق راه حل جنجال زندگی نیست. طلاق عائله را ویران میکند، شما را حسرتی میکند، عصباتان خراب میکند، بچه هاتان یتیم میکند، خانه تان ویران میکند، از مال و ملکتان تقسیم میسازد. بنابر طلاق راه حل نیست. وضعی شوید خوب جنجال است، عائلوی است. شما خوشتامدتان میگید مادر جان گیرم دخترت بر یا ما میشته دومو میشته خوب تا حوصله‌اش گیتون باید روز میبیا. اما من زنی طلاق سرتی ندارم. باید این تو میگفتی. میزد تام نمیگفتی. پاش موچه میکردی، دستاش موچه میکردی. آدمای خیلی میگن یا بار پیشی خر یا خر پیشی بار. او کمپیر خوشتامانی بده خدا نگه داره. زن چیزی خوبه میگن خوشتامانش در روش در گور. اونم که خوشتامان میگن.
گل به تاراج رفت و خار میمان. سعدی انگلستان یک حکایه داره که وقت تنگ نمیگم. خلاصه دادن از که ایبای خودت که طلاق کردی دیگر از کفای اون نگرد، او سه شده است، او دیگر زنی تو نیست. در نزد خداوند من گناهگار هستم. آره گناهگار شدی، توبه کن، استغفار کن، پشیمانی کن، خدا گناه تو گذرد. باز بعد 2 ماه من را زن دادم، این دختر را توی کرده به خانه آوردم، شب با وی خانه‌داری کردم، دختر نبود، بیوه بود. حالا زندگی هم خوب نیست. من ویش رو ناز میبینم بابا جان چطور کنم؟ التماس به من راه زندگی را نشان کن. آدم بچه خوب بودن. آخه این سوالا رو بیا خلوت کن. من نمازه اصلا همیش دیگه می سوالا رو اگه من چی میشه؟ که من با نباری زنی بیوت بوم که خدا وقت دیگه ای بیوگی و پروانه تو چند همین یه شب ببینم بیوه میشه دخترم تو نگرفتی. صبر کن انشاءالله زندگی خوش رو کن، ببینی محبت پیدا می شود. این محبت آهسته آهسته در زناشوهری پیدا می شود. نکاح خود سبب محبت است. انشاءالله بودکدار که شدی امید دارم بین شما و خداوند الفت پیدا میکنه، دو زندگی تا خوب رفتار میگیرد. بنابراین اگر نصیحت من گیری با همین همسری که ثانی گرفتی صبر کن و زندگی کردن گیر، انشاءالله خدا خیر بیناتان در الفت پیدا میشه، محبت پیدا میشه. خوب او بیوگیش فراموش کن. تام بیوه بود یا خیلی زن گرفتگی هستی بایم بیوه آدم ها زنی بودکدار میگن 3-4 بودکتی. بنابراین فتواها میگه یک آدم در وقت زنگیری شرط میکند و این شرط البکارت فوجدها سیبا لزمها کل المهر. یک آدم دختر گرفتنی میشود در وقتی پیش از نکاح شرط میکنه که عروس اگر دختر نبرایی مهر تو $500 نه، مهر $100 است. اگر دختر برایی $500 مهر نه خیلی خوب. بعد همخوابگی کی دختر نبرامد اینه بیوه برامد رنگین دادر ما باریم همین $500 مهر واجب است یا همون $100 گفتگیش همون $500 واجب می شود. بنابراین دادر عزیز خوب من به شما بگه شاید این دختر نبرامدن همسر شما نه به سبب زنا کردن، شاید به سبب حیض بسیار دیدن شده باشد، شاید به سبب دکتر رفته یکان دارو پاره کردن شده باشد. بنابراین شما در حق عروستم گمانی نکنید، نپرسید که با کی رسیدی. بعضی احمقا نزد من تو بچه ها بسیار میبیان عروسانو در شب اول به جای آنکه زندگی شیرین کنن من تو رو دوست میدارم یکی گوید پول میپرسید یعنی که تو راست گو به کی گشتی، تو راست گو به کی، تو رو کی بوسه کرد. آن جوان مرد آوای پیش از آن که زنی تو بود و زنی تو نبود و کسی که میگشت کاری وای بود. اکنون که نکاح کردی این جانب تو کنترل کن وایشی چی کار داری. شیعه هم خیلی زناشان طلاق کردن باور کنید این جنجال پیش من هر روز میبیاد. تو چی کار داری و به کی میگشت نمیگشت. تاجیکان ما یک مقال دارن اصل در تکی پای خودون نلنگر پیش میلنگی نمیکاری تو نبود. آخه یه روز دیگه دکتری ساق یافتن ممکن نیست. همه مینیروبکا همه پلافکا دیگه مورد صغیره که همه بیرون میگیره دیگه. این است جامعه کم تو شد دنیای قردن دختر بوده عیبه میگه شما را مگم که کریستیم خدا همت نگه داره خواهدهای ما را انصاف دیگه که خیانت نکنه. بنابراین دادر عزیز صبر کن انشاءالله خدا خیر ثواب هم بگیری. سیری همسر تن نبرار. خوب البته اینجا ما شما رو نمیدونیم کی هستی، خوب کردی که نام تن نگفتی یعنی من با نام تن میخوندم. سیری همسر تن نبرار. خود دان خدا زندگی کردن. بعضی بیوه هاست که از دخترات دیده خوبتر هستند از جهت اخلاق و از جهت آداب. انشاءالله خدا خیر برکه بیاری. خواهری دادر عزیز بابای شام در حق من ما دعای خیر کنید. آنچه آرزو امیدی دنیا و دنیوی داریم به ما خداوند برآورده گرداند. من مدت 6 سال عائله دارم تا حال فرزندان نشدم و این چنین همسرم بیمار است. در حق ما دعا کنید که خداوند به ما فرزند نصیب کنه. خداوند دادر عزیز برای این
خواهر برای این دادر خداوند تو قادر فرزندای صالح و فرزندایی که روشنایی چشم اینها باشند نصیبشان کنی، خرسند و با خوشبخت شود. بابا جان، آیا انسان در بدنش هر گونه قسمهای گرگ را کشان کند و خصوصا ناخن و موضعش را آویزان کند درست است یا نه؟ چی فایده است که مایوای من همون ناخن خیلی آواز کرده چی فایده است؟ باید تو یاردم نکنه یا ناخن گرگ یا ولی با بعضی میگن که چی پوستومی گرگ اگر باشه اما تو رو دوست می‌داره، روش سیاه کرده. اگر همون گرگ پوستومش سبب دوستی باشه آدمو گرگ دوست می‌داره، یک از گرگ دوست نمی‌داره. اینا همش خرافات هم چند. شما اینا رو باور نکنید، نه به ناخن گرگ، نه به ناخن خیس، نه به پوستومش، گوجه هیچ جاش باور نکنید. شما تکیه به خدا کنید. خدا هست که شما رو محافظت میکنه، خدا هست که شما رو کاراتان رواج میتید، خدا هست که محبت شما رو در دل آدم بیدار میکنه. فقط از خدا دانه بشم. این گرگ خدا زاید است که چی نمیبیو، خدا تان حیف هم نکنه و خدا تان هم حیف نکنه. خب بابا جان پدرم بیمار است، حقش دعای خیر کده کفایت میکنه. بابا جان من یک زنی تنها 15 سال شد که از شوهرم جدا هستم به سبب بررسی رفتنش و برنگشتنش. یک پسر دارم نمازخوان است، کتابخوان است. نسبت شوهر کردنم ضد است. شما به من چی گفتنی دارید؟ خواهر عزیز اگر شما در این نزدیکی ها باشه نزد من بیایید، من جواب شما رو خودم برو پرو بگم. از من شرم ندارید، من از هیچ که شرم نمیدارم و شما هم از من شرم نداره. من شما به مشورت میتیم، اما این چیزی صحبت رادیویی نیست. بابا جان من در خانواده امان گپمان گریخت و به برادرم در همان وقتی با غضب به سوی مادرم گفتم اگر من به خانه تان بیایم زنم به من 3 طلاق. از من 1 سال میگذرد که من به خانه مادرم نمیروم، نه خودم نه همسرم. بابا جان من سال 2005 خانه‌دار شدم و از روی نادانی همسرم فتح پوشانیده بود، لیکن مادرم بیمار سخت است، مرا چند بار سراغ میکند. من پیش مادرم روم یا نه؟ نماز عصر اینجا باشی پیش من بیا، من به تو راه حلی نه میتیم برای که زن 3 طلاق نشود. اولش که بازم میگن 100 نامعقول کردی، برای همه غضبی کردی تو برای طلاق کردی. او بکن که نرفتی حالم خیر است، انشاءالله پیش من بیا، من به تو راه حل نشان میتیم تا که زن طلاق نشود. خط پوشاندی خودم توبه کنه، زن تم توبه کنه روی هر دست سیاش دیگه. بابا جان در حق محمد عزیز و محمد شریف، محمد رسول و اکبر جان که در مسافرت هستند دعای بازگشتی باسر. خداوند همه دادرای ما را که در مسافرت ها هستند، چه این دادرای عزیز و چه دیگر مخلصای ما و چه شما عزیزانی که باز شنیدن وقتی بازگشت شروع شده ایستاده است، چون پرنده های بهاری باز رفته ایستاده اید. خداوند همتان سلامت دارد در مسافرت ها رزقاتان فراخ کند. خداوند همین ها را من به تو امانت می سپارم. تو ذاتی هستی که امانت خیانت نمی کنی. بعد از انجام سفر با دست پر با رزق فراخ سالم به خاندانشان بازگردان. دیروز دادره برای من التماس کرد که برادرم در حبسخانه است و امید دارم که 4-5 سالش رفته است در این استقلالیت که آزادی ها را رئیس جمهور وعده کرده است برادرش داخل. خداوند این دادر عزیز خاری محمد که برادراش براش التماس دعا دارند راه نجات شد، آزاد شدن شد از محبس. خداوند براش آسان گردان. در حق خورشید هم دعا کنید، یا ماه هست که در محبس می باشد. و در حق فاروق دادریم هم دعا کنید خداوند اونها را از محبس که به سبب تهمت مبتلا شدن خداوند نجات شد که دوباره نزد خاندانشان سالم بر. امسال یک مادر پیش من آمد از این محلی خمان، پسرش در روسیه که کار میکرده است با کار زدیم مجروح کردن، حالا در بیمارخانه گفت وزبین هست. برای بچم دعا کنید خداوند دعا کنید جوان شفای کامل جلو چشم پدر و مادرش با سلامت بازگشته میمو خرسند گردان. خدایا دیگر جوانها را سلامت دار که به این بلاها مبتلا نشوند. آمین.
الحمد لله الذي شرف يوم الجمعة على سائر الأيام وأعلى ورفع قدره إلى مراتب الكمال وأقصى وخصه بساعة يجاب فيه ما دعا وينال العبد سؤله ومبتغاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رافع السماوات العلى وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين هم أهل الهدى والتقى وعلى الإمامين الهمامين هما سيدا شبان أهل الجنة في الجنة أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين أيها الناس عليكم بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم كم من عزيز يساق إلى الجحيم وكم من ذليل يساق إلى النعيم وكم من سيد يساق إلى النار وكم من عبيد يساق إلى الجنان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم ما في القرآن ونفعنا وإياكم بما فيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. آمين آمين يا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة. آماده به نماز شوید. عاشقان مدرسه محمدی صفحاتان راست کنید، جایهای خالی رو پر کنید، کتفاتان با یکدیگر چسبانید، پاهاتان نزدیک کنید. خداوند دوست می‌داره وقتی که شما صفتان مثل صف ملائکه ها در پیشگاهی پروردگار با عظمتش باشه. بعد از نماز خواهش میکنم بیرون جنازه در انتظار ما و شماست، متصل که سلام داده سنتاتان بیرون برای صف گیرید، نماز جنازه را خوانیم. رسول اکرم میگه کسی جنازه برادر مسلمان شخانه خداوند براش یک قیرات ثواب میتیه. پرسیدن قیرات چیست؟ مثل کوه احد وزن دارد. خدا از همین وعده و ثواب.